یه روز که محمد غلام باهوش خیلی داشت سریع رانندگی میکرد، پلیس بهش ایستاد تا به خاطر سرعت زیاد جریمه‌اش کنه. محمد غلام تا دید پلیس داره میاد سمتش، گفت چی شده جناب سروان؟ پلیس گفت میتونم گواهینامه‌تون رو ببینم؟ محمد غلام با شرمندگی گفت من گواهینامه ندارم، من فقط 15 سالمه. پلیس با تعجب گفت چی؟ مدارک ماشین رو بده ببینم. محمد غلام که دیگه خیلی خجالت کشیده بود گفت راستش مدارک رو ندارم. پلیس هم که خیلی شوکه و عصبی شده بود گفت چرا اون وقت؟ محمد غلام جواب داد راستش جناب سروان، من ماشین رو دزدیدم و صاحبش رو کشتم. جنازه‌ش هم توی صندوق عقبه. پلیس وقتی دید اوضاع خیلی حساسه، سریع زنگ زد و پشتیبانی گرفت. همکار پلیس اومد و گفت همکارم گفته شما این ماشین رو دزدیدی و صاحبش رو کشتی، میشه داخل صندوق رو ببینم؟ محمد غلام گفت صاحبش رو کشتم؟ من خودم صاحب ماشینم. و بعد صندوق عقب رو باز کرد. همکار پلیس رفت و با دقت کل صندوق رو دید، ولی اثری از جنازه نبود. برگشت به محمد غلام گفت فکر کنم حق با توئه، ولی مدارکتون رو میتونم ببینم؟ محمد غلام هم مدارک ماشین و گواهینامه‌اش رو داد به پلیس. پلیس گفت ولی همکارم به من گفته بود که شما 15 سالته، این ماشین رو دزدیدی و صاحبش رو کشتی. محمد غلام بعد از یه خنده ریز و سکوت کوتاه گفت لابد اون دروغگو بهت گفته که سرعتم هم زیاد بوده.